درود فراوان. من سارا هستم یا ساری I'm here to tell you right now, we don't care. Let me tell you یا هرچی. توی این سری از ویدیوها قرار یاد بگیریم چجوری مثل یه پرو رنگ کنیم و نورپردازی رو یاد بگیریم، چون اگه داری این ویدیو رو میبینی حتما بهش نیاز داری، میدونم. و یه دیگه این که به خاطر این صدای واقعا وحشتناک عذر میخوام، چون دارم با هندزفریم ریکورد میکنم. بله مشکل داری بگذاریم. به نظر من واقعا مسخره است که یه آرتیست بیاد سبکشو یاد بده. واسه همین فقط یه سری نکات و راهکارهایی رو بهتون میگم که بتونین نقاشیاتون رو مثل یه پرو در بیارین دوستان. به به به. Let's go. خب اول از همه دوست دارم راجع به انتخاب رنگ حرف بزنم. دوستان واقعا انقدر کار سختی نیست. شاید فکر کنی وای نه سارا نمیتونم، نه میمیرم. Stop it. Stop. No. فکر کن تو یه طرحی داری، بعد اینجوری که خب الان من اینو چیکارش کنم، چه رنگی بزنم یا چرا هرچی رنگ میکنم خیلی مسخره به نظر میاد. حقیقتا راه حلش خیلی ساده است. بذارین بهتون معرفی کنم بهترین دوستمون، پینترست. Boom, bam, bop, bada bop, boom, pow. درسته. واسه انتخاب رنگ تو پینترست خیلی کارهای مختلفی میتونی انجام بدی. مثلا که بری سرچ کنی، مثلا چه میدونم پالت رنگی فلان، پالت رنگی با تم پاییز مثلا به انگلیسی ها. یا این که میتونی مثلا یه آرتیستی رو یا نقاشیایی که از نوع رنگ کردنشون یا از رنگایی که استفاده میکنن خوشت میاد و سیو کنی و از رنگای اونا استفاده کنی. من خودم بیشتر وقتی که مثلا ایده ندارم که خب الان این نقاشی رو میخوام چیکارش کنم، چه رنگی بهش بزنم، میرم میگردم که ببینم مثلا چه نقاشی پیدا میکنم رنگاش به وایب این چیزی که میخوام بکشم میخوره. دومین چیز راجع به رنگای سرد و گرمه. توی یه نقاشی اگه از رنگای سرد و گرم با هم استفاده کنی خیلی بیشتر خودشو نشون میده. مثلا فکر کن یه نقاشی بکشی کلن همه چیز رنگاش سرد، آبی، سبز. Holy Jesus. What is that? What the fuck is that? این جوری باشه اصلا خودشو نشون نمیده. توی اون دایره رنگی که حالا نه واسه بعضیا مربع، واسه بعضی مثلثه، واسه بعضی دایره است. واسه من دایره است چون واسم راحت تره. anyways اونجا میبینین که مثلا اگه روی رنگ آبی باشم روبروش مثلا رنگ زرد یا نارنجیه. بعد مثلا وقتی که من لباس یه شخصیتی رو با شید آبی رنگ میکنم وسطش میام چیکار میکنم، یه ذره از رنگ زرد میزنم که یکم نمیدونم قشنگتر میشه به نظرم. تو یاد دادن افتضاح هم میدونم ولی bear with me. و نکته سوم که خیلی دیدم خیلی ها این کار میکنن و واقعا به نظرم ایده خوبی نیست، اینه که میای پالت رو از اسکرین یه انیمه انتخاب میکنی. البته هر کی سبک خودشو داره. اگه میخوای آرتت مرده و خاکستری به نظر برسه خب go for it. من دوست دارم آرتام خیلی رویایی به نظر برسه، واسه همین دارم میگم که از رنگای خیلی وایبرنت و اینا استفاده کنیم. خب حالا بیا فرض کنیم که شما همه این نکات رو رعایت کردی، رنگات هم خوبه، باز هنوز اینجوری که یه چیزی درست نیست، نه این اصلا یه جوریه. خب حقیقتا شاید مشکل از آناتومیته، ببخشید ولی باید میگفتمش. فقط با یاد گرفتن رنگ نمیتونی آناتومی
نفرین شدت رو بپوشونی و با یاد گرفتن آناتومی خیلی قوی هم نمیتونی از یاد گرفتن رنگ ها فرار کنی دوست من. خب میرسیم به بحث نورپردازی. نورپردازی همیشه آسون نیست میدونم، ولی یه چیزی که خیلی کمک میکنه اینه که وقتی داری نقاشی تو میکشی انتخاب کنی که نور از کدوم طرف داره میاد و این واقعا مهمه، چون از هر جهتی که میاد رو وایب اون تصویرسازی اثر میذاره و اینکه واقعا بهت کمک میکنه که رنگاتو اولا بهتر انتخاب کنی و کلا در همه جهت کمک میکنه. به نظرم من وقتی که مثلا یه کاراکتر ساده رو میخوام بکشم و از جایی نوری بهش نمیخوره واقعا گیج میشم، یعنی تو رنگ کردن واقعا دست باچه میشم. وقتی جهت نور رو مشخص میکنی خیلی راحت تره. خب فعلا اینا چیزایی که خواستم راجبشون حرف بزنم. اگه میخوای با من نقاشی بکشی و بیشتر یاد بگیری راجب رنگ و نور پردازی، لطفا این ویدیو رو لایک کن و کامنت انگلیسی بذار، خیلی بهمون کمک میکنه واقعا. ممنونم که تا اینجا منو تحمل کردین. اگه از ویدیوهای آموزشی این شکلی خوشتون اومد حتما تو کامنت ها واسمون بنویسین، خوشحال میشیم بازم در خدمتتون باشیم. فعلا